Audio Jungle. Audio Jungle. به نام نخستین آموزگار انسان درود دوباره عرض میکنم خدمت شما والدین طلایی، والدین ارزشمند و متفاوتی که طلاساز هستید و از دوران بارداری دارید فرزندان طلایی رو پرورش میدید و قصد دارید که کودکانی متفاوت، انسانهای متفاوت تربیت بکنید، پرورش بدید تا هم متفاوت زندگی بکنن و هم باعث افتخار خودشون باشن، باعث افتخار خانوادهشون و باعث افتخار جامعهشون باشن. رولا سلیمانی هستم، مشاور موفقیت کودکان و ویدیوهای مختلفی رو تو قالب نامهای دوران مقدس بارداری و اینکه چه کارهایی رو میتونیم تو این دوره انجام بدیم خدمتتون تا اینجا ارائه کردم و از این به بعد قصد داریم که ماههای ششم به بعد رو خدمتتون عرض بکنیم. اگر احیانا حالا توی حتی ماه ششم یا هفتم هستید و ویدیوهای قبل رو ندیدید تا الان، پیشنهاد میکنم که ویدیوهای قبل رو هم با توجه به اینکه حتی حالا از اون ماها گذشتید و اون ماها رو سپری کردید هیچ اشکالی نداره. مطالب مفید و ارزنده‌ای داره که میتونید از اونها هم استفاده بکنید، اونها رو دانلود بکنید. به صورت رایگان روی سایت کودکان طلایی قرار داده شده، اونها رو دانلود بکنید، استفاده بکنید و از اینجا به بعد مطالب هم حتما دنبال بکنید تا ماه نهم بارداری رو و اگر مطالب بیشتری رو هم بخواید که روی سایت به صورت مقالات کاملا تخصصی و ویدیوها و فایل های صوتی به صورت دانلود رایگان روی سایت قرار داده شده، میتونید از اونها استفاده بکنید. اگر هم احیانا بخواید به صورت خیلی ویژه تر، حالا مطالب خیلی تخصصی تر و حرفه‌ای تر و بیشتری رو بخواید توی دوران بارداری و برای جنین دلبندتون و فرزندتون در آینده بخواید کاری انجام بدید، میتونید از محصولات سایت به خصوص محصول تقویت هوش جنین که مختص این دوره هست و مطالب بسیار ارزشمندی داره بر اساس آخرین متدها و روش‌ها و یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا، یه محصول کاملا متفاوت خدمتتون ارائه کردیم که میتونید از اونها هم استفاده بکنید. اما میرسیم به ماه ششم بارداری. ماه ششم بارداری در واقع ماه تقویت هوش‌های چندگانه است. هوش‌های چندگانه اگر راجعش اطلاع ندارید من خیلی مختصر بگم که برخلاف حالا گذشته که هوش فقط یک هوش ریاضی منطقی بود، یعنی اگر کسی یه درس خیلی خوبی داشت یا مثلا سواد خیلی خوبی داشت میگفتن باهوشه، چند سالی است که هاوارد گاردنر یک نظریه‌ای رو در واقع ارائه کردن که هوش‌های چندگانه رو مطرح کردن، یعنی اینکه هر شخصی ممکنه یک هوش داشته باشه. ما هوش‌های چندگانه‌ای داریم مثل هوش هنری، هوش موسیقیایی، هوش کلامی، هوش عاطفی هیجانی، هوش برون فردی، درون فردی، هوش طبیعتگرا و بعد دانشمندان دیگه مثلا اومدن هوش چه میدونم عرضم خدمت شما مثلا هوش اقتصادی، هوش معنوی، هوش‌های دیگه ای رو ارائه کردن و الان بر این هست صحبت بر این هستش که هر فردی ممکنه تو یک هوشی قوی باشه. دیگه نمیگن چقدر هوش داره یا چقدر باهوشه، میگن از چه هوشی برخوردار هست. یعنی اینکه روی هوش‌های مختلف میشه کار کرد و در هر فردی تمامی هوش‌ها هم هست، منتها به صورت پایین ممکنه که یک یا دو تا از هوش‌ها به عنوان هوش برتر و هوش غالب اون شخص باشه که شخص رو بیشتر با اون هوش میشناسیم. توی ماه ششم به بعد، حالا از ماه پنجم ششم، حالا به خصوص از ماه ششم به بعد خیلی بهتر و عمیق‌تر میتونیم روی این هوش‌ها با استفاده از حواس چندگانه، حواس پنجگانه مادر میتونیم کار بکنیم. اون حواس در واقع یک حواسی از مربوط به نیمکره چپ مغز که خیلی آشناست و همه ما با اونها آشنا هستیم، مثل بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه. با این حواس، با بخشی از این حواس میتونیم روی در واقع حواس جنین دلبند خودمون تأثیر بگذاریم و هوش‌های چندگانه اون رو پرورش بدیم.
از روزهای آغاز ماه ششم بارداری میتونید با استفاده از تحریک حواس مختلف جنین به پرورش هوش‌های چندگانه اون بپردازید. مثلا با تحریک حس چشایی خودتون با طعم‌های مختلف غذایی مثل طعم‌های تند، طعم‌های شور، طعم‌های شیرین، تلخ، ترش، با طعم‌های مختلف در واقع میشه گفتش که حس چشایی جنین دلبندتون و فرزند دلبندتون رو تقویت بکنید، پرورشش بدید. همینطور با دیدن در واقع مناظر خیلی خوب، رفتن به طبیعت، استفاده از فضاهای طبیعی، صداهای طبیعی، در واقع میتونید به هوش طبیعتگرا، هوش شنیداری اون، به بینایی اون میتونید کمک بکنید. با نور یک چراغ قوه و گردوندن این نور در ناحیه شکم خودتون میتونید حس بینایی اون و حتی حس شنوایی اون رو هم تحریک بکنید. با شنیدن موسیقی های خوب، موسیقی های دلنواز، دلنشین و ریلکسیشن میتونید به هوش موسیقیایی فرزند دلبندتون کمک بکنید. خیلی اتفاقات خوبی رو میتونید برای فرزند دلبندتون رقم بزنید از این دوره و مهمتر این که با ارائه برنامه‌ها و آموزش‌هایی که بنده در خدمتتون هستم، قصدمون بیشتر بر این هستش که توانایی‌های بسیار زیاد جنین توی این دوره رو هم تا حد ممکن ازش استفاده بکنیم از این توانایی‌ها و هم مهمتر از اون که کاری بکنیم که فرزند خودمون این توانایی‌ها رو با خودش به این دنیا بیاره. توانایی‌های بسیار ویژه‌ای داره. گفتم بسیاری از آموزش‌ها بر اساس متد پروفسور شیچیدا هست از ژاپن. ایشون یه جمله معروفی دارن که میگن توانایی‌های ذهن انسان در دوران جنینی در هیچ دوره دیگه‌ای از زندگی تکرار نمیشه. توانایی فوق‌العاده زیادی هست که اگر شخص این توانایی رو در مراحل دیگه‌ای از زندگیش داشته باشه، تماماً موفقیت، خوشبختی و خوشحالی، شادابی همراه اون خواهد بود. شاید به جرئت میتونم بگم این توانایی‌ها اگر واقعاً ساخته و پرداخته بشه و روش کار بشه، در سنین خیلی پایین فرزندان ما به موفقیت‌های خیلی بزرگ میرسن. کمتر از ما تلاش میکنن، بیشتر از ما نتیجه میگیرن. کمتر از ما برای خیلی چیزا وقت میذارن و اتفاقات خیلی بهتر و بزرگتر از اتفاقات زندگی ما براشون رقم خواهد خورد. خیلی دوران حساس و مهمی هست. حتما سعی بکنیم که این دوره رو قدر بدونیم و از لحظه به لحظه اون استفاده بکنیم برای پرورش سلامت جنینمون، سلامت حالا جسمیش، فیزیکی، سلامت روانش، زیبایی اون، هوش‌های چندگانه اون، نبوغ اون، استعداد اون. تمامی اینها میشه توی این دوره کار کرد و راه‌ها و روش‌هایی هست برای این. میتونید از سایت کودکان طلایی ویدیوهای دیگه‌ای رو دانلود بکنید. در این خصوص ویدیوهای زیادی قرار داده شده. اونها رو دانلود بکنید، استفاده بکنید و مطمئن هستم که برای هم خود شما و هم فرزند دلبندتون مثمر ثمر خواهد بود. بسیار سپاسگزارم که همراه من هستید و آموزش‌های من رو دنبال می‌کنید. Audio Jungle.